آمدی بخیر؟ نه اومدم. شیر آمدی یا روبا؟ نه شیر آمدی من نه روبا. نمیفهمم که چی خواد شد. باز کدام چیزا برات گفتن؟ گفتن که کسی دختر خود قدیر نامزاد نمیمانه. کلگی قلاگی و خیش قوم ما را بد گفتن. پیش کلشان کم آمدیم. حالا خیلی چی چاره داریم نه؟ اقا پیسه کی خواد مرا قرض داد؟ یک دفعه دیگه پیش کاغا غفورت میرم. برش چه پوزکنده میگم که از هر جایی که میشه بر ما پیسه توی قرض پیدا کنه. من از کارم دو زمیناش از گاو غدود برم نمیته. هر چیزی که تو بگویی به درد نمیخوره. باز من از اون خود خلاص کردن میتونم. یک دفعه پیشش میرم. اگر کمکت خوب اگر نکت روی ما را خود بند نمیسازه. ای که تو میری برو. جان صاحب با کم دیگه بسیم چلا بشه بابا ما هم کار کردم. آفرین بچه. تو شد خواسته اومده بابا بسیار خوب شد. کار درست. از بزید. نه درار زیون میکنمش خان صاحب. زن کاکای اومد بابا.
سلام. و علیکم السلام. چطور کی سنام دیانگه؟ زبانم پر نمیشه. باز پیش اومدم که اگه یک چیز پیسه برم قرض بدی کارسی خانو را سربرا کنم. خدا شاهد است که دمی روزا شب و روزم در غم پیر میشه. خانو را خو میفهمی که آدم بی غیرت نیست. این یکی تو را تا آخر عمر ادا خواهد کرد. ما یک دفعه برات گفتم که پیسه ندارم. اگه داشتم باشم زودتر با کدام دیقانم قرض بدم. این نمیانه وقت کار است. از طرف می اجازه است. یگان زمین دیقانیش کنه مزدش خودش بگیره. بگم چی بگه؟ کل کار از دست خودتان است. اگه زمینا را نمیفروختین حالا همه کارایتان حل میشد. چی میفهمیدم میور جان؟ حال پشت و رفته بیل گرفته نمیشه. حال اگه سر فایدام برم پیسه پیدا کنی از اینجا تا خانه خدا ازت خوش خاک بودو. به خاطر که بسیار دیگ منجلیق گرفتار ماندیم. ما وعده سقایی برات نمیتونم. این دفعه کوشش میکنم که از این طرف و اون طرف غم کارت خورده شود. اگه شد خوب، اگه نشد هیچ دیگه. ما خو امید خدا و امید شما آمدیم که از یک جای غمش بخوریم. نه گوش کن، شلگی زیاد به درد نمیخوره. تو خب بیگانه نیستی که ما برای دروغ بگم. میگم هر چیزی که از دستم پورا باشه سرتان دریغ نمیکنم. و دیگه ای که چی فرق میکنه؟ یگان نفر دیگر هم بیبی و دی بارکتش گپ بزن. تو
حساب صحیح نبوده حساب درست. کجا بخیر خانو؟ حالام در شخی میکنی یا نه؟ نه صاحب باید غلام باشه. در این گفا باورم نمیاید. چرا پیش موگکار این قریه بسیار گردن شخی و ستنگی میکنه؟ چطور؟ راست میگم یا درو؟ این که راست میگی یا درو با خودت طالب دارم. ای والا این کت از این گفه. اگه ما در این قریه بودم باز معلوم خواد کردم که دال میپره یا چپاتی. چو؟ ما معلوم میکنه ما تو. بیا خانو بیا خدا بیارته. خانو بسیم این گپای ما به خیالم در رنگ تیج نشیشت. این طرف که می آمدم لالا ضابطه که لاشکته سر رای میگرفت بسیار گپای تا و بالا زد. اعصابم خراب کرد. چی کنم؟ چی گفته تو قربانت شوم؟ صدقه بروتای شیر مانندت شوم. لالا روف همر کو کلاشیش بپرانیم. پشت از این گپا نگرد. هر چیز از خود وقت در قصه جان چی برد گفت؟ او گفت که شما چوتارا در قریه بسیار کل شخی و ستنگی میکنید. تو برای چی گفتی؟ ما برایش هیچ چیز نگفتم دیگه. چیز گفته نمیشه. او ساده پشت از این گپا نگرد. اگر پشت از این گپا بگردی تو سالهای سال مجرد خود موندی و ما از گشنگی خود مردیم. خیلی چطور کنم؟ این کارم بیننگیست که آدم نامزاد خود فرار بته. چرا؟ هیچ بی غیرتی نیست. کلگی قریه دی بالا خبر داره که پدر و مادرش دختر به تو دادن. مگه میره مردم قریه نمیفهمن رسمت چقدر پیانه زیاد خواستن. آخر ما مفلس خوشحال از کجا کنم؟ این ارمان خود در گور برده. بیش این نظر ما زنده باشه پیسه توی تا پیدا میکنیم که هر قسم شود. اما با یک شرط تو یک چند وقت صبر کن که یک چیز پیسه در دست ما بیاید. باز اون نبخیر توی تا کو بیخوار برده. چه رقم لالا رو؟ میدون جنس های اتقا بیرون از وطن خوب با فروش میرسن. این چند هفته بعد بخیر میریم اونجا پیره میزنیم. بعد از او که مال عو کردیم باز لوت خود گرفتن میایی بخیر. این چی کفت؟ لالا رو دی وقت آدم خواد پیدا شد؟ چطوره؟ میگه نمک در جوان باشه مفلس در نمیمانه.
آمدم. بیا که بریم. اگه پدرم و بیادرم از خواب بیدار شده تو را اینجا ببینه باز او وقت تا قیامت نخواد مرا دیدی. بر خطا نشو، هنوز برای بردنت نامده. خانو بیا که بریم، دیگه هیچ راهی نیست. گپ گوش کن. هر وقت که صاحب پول شدم تو را توی میکنم میبرم، نه که بگریزانم. تو دروغ میگی. دقیقه سال که پیسه پیدا کرده نتونستی، از این بودم من چی میدانم؟ در بیرون از وطن هیچ کسی جرأت نمیتونه که آثارات قره قاچاق کنه. یعنی که تو قاچاق میکنی؟ پولش از کی میگیری؟ از کجا میکنی؟ برای چند دفعه میریم طرف ملکای بیگانه. از اون طرف که آمده پول دو تایی میریم. نفرش هم دیده. اوه بزک نمون که جو لغمان میرسه. این کلش ما به خاطر تو میکنم جیگر. من نمیخوایم با این پیسی حرامت با تو توی کنم. از این کار تو راضی نیستم. ستاره؟ او ستاره؟ خانم چیستی؟ برو که مادرم از آمدنت خبر نشه. درست است ما رفتم. خداحافظ. ستاره؟ او ستاره؟ ستاره؟ او ستاره؟ ستاره؟ چی میگی نه؟ کجاستی تو؟ اینجا هستم برگه که در بیرون مانده بود. تیز بیا که شرسته شیرینی خوری و بچه گلاغا را بگیریم. تو چی میکنی؟ خب مادر میایم. مرگی میایم. در این وقت تو چی میکنی؟ بچه منشی بچه منشی بگو یکی پیدا شد که سرش نرغبانه چطور کنه؟ چی را؟ بلای چی آمده چی غم میده چی غم خدا حرکت کن حرکت کن بس دقمی جان کردن قصاب دقمی چرکو چی پروا میکنه؟ امروز که سودا نشد صبح که سودا نشد دیگه صبح که سودا نشد دیگه صبح ناخ جگر خونی نکو که فشارت باز بالا نره اولالا اینو برو آتشانی ترشد نستم روادار تمام قریه را اگر بگردی نیافی مثل من منشی وفادار منشی 5 لحظه پیمه بند است تو بله به بیت میخونی که تو آمد جگر خون نباشم خدا صاحب عزیز زمین دهش کم سیر نکنه نان پیش باشه و پشت سرگردان و لالان من سیما و چند کت که سیما و چند شما برو باید نخون برو اینا میره که بالت چلو سر ما کار میکنی من میگم لالا اینو سبته و بوتکای کنه چوام زمینش رو رزار خوی گفاره داره دیگه اینا ایچ من بگم جگر خونی نکن امی یک شکاره که دیگه که دمی گیره که آمد بخیر آنو مثل همین شکارهای دیگه یکی میگم چکت مور میشه پاسونموش که کوفتی پس پیش نمروی صاحب ناخ چرا خودم جگر خون میکنی مارم بیخی شکر نکنی خود سکر
لالا این دین زیاد کار داریم. اگه هست سمور آجل صدایش کن. اگه سمور از او صدا که کارش داره. خانه نیست، دباغ رفته. اگه میگه که دنباغ پیشش ببرم تانه. درست است بشو که بریم. بچه ها بریم. بشه. سلام علیکم لالا اینو. وعلیکم. سلام علیکم لالا اینو. لالا اینو. یارو شناختی؟ یا مشتریای دست. مشتریای نو. گوگلدا بدل است. لالا اینو گلای مخونه است. کلم میکشه. باشه جان باشه حالا اینو سال چطور است؟ خرید و فروش بهش نمیشه. خدا برکت بده تانه. جنسی که خوب باشه هیچ وقت قیمت خود از دست نمیده. این همه زمینی که به سوی 1.5 لک خریده میشه حالی ده به سوی 3 لک هم نمیده میشه. نگفتیم که شما چی کار دارید؟ خیریت خوب بود که آمدید. زیاد درد سر نده لالا اینو. ما برای خرید فروش نامدیم. ما خود سر تو حساب کده آمدیم. یکی سوچ پسکنده بگوین که برای چی آمدید. بگگان تا که خدا میده باز خوردن نمیتونه. لالا اینو من خوب خبر دارم. بار تام خراب است. راست میگه لالا اینو. ما آمدیم که 5 لک روپیه از پیشت قرض بگیریم. چند هفته بعد 2 لک روپیه امرای مفادش برات میدادیم. مگم تو با مفادت نفا میدی. چی؟ ده 5 لک روپیه 2 لک روپیه فایده؟ برای چند هفته ها؟ لالا اینو تا میتونی که اکشن شریک شوی. لالا اینو مادری رواداری پیشت آمده. تا که ایجا ششتی و تیری سعی کنی که کدام خریدار پیدا شود. بخی کنی ما برو پیسای تبیگی کاسارتی قبل خرید. فروشی در خارج در گردن ما. بعد از چند هفته بعد امروز که ما مفاد خود کشیده غیر سرمایه 2 لک دگان برات مفاد میدیم. دیگه تو چی میخوایی؟ این تو گپ که هست حاضر است تو. چه وقت بریم بخیر؟ لالا اینو بیغم باش. ما که قول دادیم در قول خود ساده هستیم. سبا بخیر بگاه حرکت میکنه بریم. درست گفته. تا سبا بگاه بخیر در کل چیز آماده بگذارم. بگرم فکرتان باشه. شما یادتان نرو. اون چی؟ حتما شده
برید بخیر برید
شما این معامله رو انجام میدیم در قبال خود بسیار شیرینی‌های دیگه هم دارن. اگر شما راست میدین گفتیم قبلا که حیات محمد به دست خودتان است. این محمد دیگه مانا نداره، مانا چی است که خلاف شما کنیم ما قدرت موتتان هم داریم که در هر نقطه‌ای باشید در هر سرزمینی باشید در اونجا زو حساب. یکی در ما اگر یک مان نباشیم اگر شبکه نداشته باشیم اگر ماهیگر نداشته باشیم اگر از خود نفر نداشته باشیم کار از مایت کرده میتونیم. خدا سوال دار خدا جمع باشه. Alaikana pane. Ini sedikit. Ya en nale. حتما بفهمی که من کی هستم. لالا اینا میره یک پای نفر نشانی گفته داد. من میفهمم. من میفهمم که باید چی کنم. شما هم چند نفرتان که من میبینم که نو آمدین یک کار نو آغاز کردین که قبلا شاید با مردم ها کارهای کرده باشین. من ممکنش نیستم شاید شایستگی داشته باشین در خلالی که من میفهمم از سیمایتان معلوم میشین انشاءالله. مردم های خوبی معلوم میشین مردم های بسیار صادق معلوم میشین مردم های بسیار وفادار معلوم میشین انشاءالله. یک کار ما شما چی میکنیم باز ما شما غریب بود بیچاره مردم هستیم دیگه رقم خونم پیدا هم نمیشه دیگه تا آخر خون میبینیم بینید کار است نمبر خوب هر مشکلی که هست بدبختی ها ما شما میبینیم خوب است. خوشبختی آمد در پالیس لالا. خوابت چشم لالا. بس من فکر میکنم که ختم شد چیزی نگفتنی نمانده پس متوجه تان باشین. باز انشاءالله در آینده خواهد دیدیم که من کی خواهد بودم میداد من شما رو کجا خواهد رساندم شما رخصت است ما میریم خداحافظتان باز میاییم خبرتا میگیریم. خداحافظ شما مهربانی من شما را وظیفه موقعتان لالا آمدن. خوش آمدین. خوش باشیم. سلام علیکم. سلام. لالا رو زیاد دیر بود خبری ما را گرفت. من باز شده. باز از دیدن جنس اینا پیسه پیچه من. درست است. در جنس حاضر کن. بچه‌شم. اجازت؟ اینه لالا جان سنسی اصل آثار حقیقی اصل. خوش آمدی لالا جان. اینه فقط جان چی صندوق است یک که مروانی کار شده فقط جان. کلاه سیکو نگاه خواسته چینی که تنگ صدا میکنه خود سکر یکیش را ادا میکنه دیگه خودش معلوم است که من چی هستم. سیکو لالا کلاه را نه بادار سیکو چی کلاه است؟ من تو کلاه نیایی دوینوم از اصاب قدامه تاریخه داره ای کلاه. حتی داره ایره کمال سمت
برای آقا صاحب به شرکس هم نیست خود عشق کنیم میگیری نام خدا نموزت نیتا لالا چیزی خوب است بد نیست خوب جنسکای قدیمی است خب جنس دیدیم قناعتتان حاصل شد؟ بله بله قبوله کلی شبکه دیدیم جنس اصیل است لالایلو پیسه را بتش یه دولار گرفت حالا مطمئن باش دولار که فکس است پس چی میشه یک شما ایره بره موادیم؟ لالا حال خو آمده دست خالی پس ما را روان نکنیم درست است ایره من برات میگم 1 روپه خریدی 1000 روپه در جیبت میشه من در ایران هستم تو چرا بیگانگی میکنی کل دکان کل مال سر قصره نه لالا این گپا نیست ما تا دیگه فکر است تو خود مشتری سابق کم هستی جنس 3 میلیون میشه 2 میلیون دیگه اگر کل چیز تقسیمت کنم 2 میلیون دیگه 60 میلیون تا اوه لالا جان مسئله یک روز خو نیست سالها سر ما اعتماد کردید اینمی جنس کمی سودا کردیم عاجل اول روت تو برو درست است جای جنس تسلیم شد بچشم لالا
دلبر سر بود پریسان کرده ای شکر بوده لبانت بستر بوده دهانت شیرین بوده کلامت از ما تو صد سلامت آیتین دم اتمه مزد سخی که تمه یغلام مگن لیلانا سنه قلب که تمه قشنی خرسید خلقوله خرسید سنه قشنی نالسید خودت گفتی به من مدت بشینم با خانمان بیایی هیچ کس نبینم با یک شرط برای تو سمیدونه شنیدندان در رخسارم نشینم شنیدندان در رخسارم نشینم سر نازم میتوانی ناز بودی پایان پایت انداز یک قدر باریک بر این میزه بده مثل کبوتر به خیر پرواز کنه لالا رؤوف از این منطقه خطر است پلیس هاست از این دامنه کو میریم بی خطر است نه کلشان در قرارگاهشون است این وقت جندم پیدا نمیشه میریم از زمین رو تیر میشیم دیگه هیچ گپ نیست این منطقه برای ما معلوم است ما بسیار از این منطقه رفت آمد کردیم در پشت از این تپه همیشه پلیس ها کمی است این رو بسیار بیخوان است از زمین رو میریم یادا دلتان از آن راهی که میرین من خدا بلد است بریم پیشین دیگه چه قیقی کت میزنیم خدا بود رسید یادا
قماندان صاحب چند نفر مشکوک سر از پا تیر میشنوز. بچه یک چند نفر آماده شوین. بخیزی آماده شو یک چند نفر. به کتما بریم. دروش! تکان نخورید! آبرای تکان نخورید! بلال بلال آواز ما میشنوه یک چند نفر کمکی عاجل به استقامت خود حرکت حرکت به استقامت من حرکت بچو خاموش حرکت دستا بالا 4 طرفدار محاصره است عجب تکان نخورید برد سلایتا برد سلایتا بلچکش کنید بستا بالا ایره گفتم که تا صبح از پیشم بازخوا شده نمیتونی تا که کل گپاره برم نگویی زین ولادم هیچ کاری باشیم زین فقط اعلام زین از برای خدا زین برای اعلام کنی چی چه دارد تو زین از برای خدا زین ایره زین بزرگ میکنیم زین زادی میکنیم زین درست است که تو هیچ کاری نیستی مگم تا که ایره برم نگویی که کیها در این قضیه دست دارن میل را دارد نیستم ایره برای بگویم که به زور سر تکرار میکنم میگم زین لیکن سر بسیار گیت شده زین یک دانه یک سیگرت اگه باشه زین میزنم دیگه دی چیزی که هست سیر پوتی دیشم از تان میگم زین زین از پچه کشانه زین تکیر میتم زین زین یک دانه یک سیگرت بده که بسیار خمار هستم زین برمانه چون زین سرباز یک دانه سیگرت در دادگی برش بیار اطاعت میشه
خیلی میدی. خوب بسیار خوب. اینه برات خواستم. اینا همراه من کمک شد. خماردم شکست. فقط بر من بگو که به این قاچاق کیا دست دارن، کجا قاچاق میبرند و از کجا میارن. باز جزای خودت کم میشه. اعلان میکنی سنگ خود گناهت که کمک میکنی. میره برات بگویم که قانون کار نیست. نیست. خب اینا رو برات قصه کن. بگو سنگ کلشه بگو سنگ. سنگ من بگیرم سنگ. سنگ یکیشه به نام لالا روف میگفتن سنگ. اونم لالا روف یک سیاه قواره داشت سنگ. اونم اون سنگ. یکیشه سنگ چجو میگفتن سنگ. ها چجو. یکیشه سنگ غلام میگفتن. اینه یکیش یک کشال بود سنگ. یعنی تو مویای کشال داشت که خواره این آدم نمیمون سنگ. یکی اردو بود سنگ. سنگ یکی دیگه شد سنگ یکی تو خوف پوندینگی سید همین تو کباب خورده بود سید حرام خورده سید کتر شده رفته بود سید آسان گیدگیر ده سید یکی شلو بود سید چکولت سید هم سرم رفت سید چی بگوید سید که اینی هم سید هم پیسیم رفت تمام شدم سید کلش نگیریم بهتون سید ولغی یکی شبانم سید خب حالا ما خودت میریم. همین نفرها رو در گیریم بده باز من همراه کمک میکنم. ما برات قسم میخورم که بعد از این یک کار آبرومندانه برای خود پیدا میکنم. مثلا چی کار؟ چند هفته پیش ما برات گفتم از لالایینو پول میگیریم قاچاق آثار عتیقه میکنیم. اگه می کار نمیکردم تا حالا در خانه بابیت میموندی. مگه تو رو خب بابیم خانه داماد گرفته؟ حال تو به هیچ چیز ضرورت نداری. زندگی تو آرام پیش ببر.
ما که دیگه اندوالایم گپ میزنم که دیگه کار نکنم. یک قدم عمق نداری که دیگه پیش رفیقایت بری؟ چرا که میترسی؟ نشوه که باز به دشت بیابان فروری شوی و روزگار مرا سیاه بسازی. الله ما میگم روز خوبی و خوشی نبینی. چه بالا زنجیر دارن؟ چه شدین؟ تباه شدین؟ سر صدا یک خدا نبارم که کیز دروازه دولی تک تک میکنم. خیرتا؟ چه که شیمه چه کردی؟ بی چند روز میشه که من خبر شدم که شما کلتون آمدین تا حال شیمه نامده. با خدا که شیمه سر پیدا نکن مگه ماندن اولاد باشه میفهم یعنی تیز پیدا که شیمه. چی میگی؟ تا حال نامده؟ نه تا حال نامده. تو دار دسته تو نفریب دادین فهمیدی یعنی آمدین از خانه کشیدین شه. حال من میرم در سوالی سر تریزه میکنم. قماندان شده میارم تا که سر ثبوت نکنم ماندن اولاد هم نیستم. فهمیدی یعنی؟ چرت نزن. هر جایی که باشه پیدا میشه میایه. خدا در دیوانگی نزن. ما که شیمه سر پیدا نکنم ماندن اولاد نیستم. فهمیدی یعنی؟ ما از کجا پیدا کنیم؟ او باز ما کنه پیش آمده. چرا؟ شما آمدین از خانه کشیدین بردین شه. حال مکنه گفارم میفهم یعنی با خدا که تا در سوالی دارم کشت نکنم ماندن اولاد نیستم. برو هر جایی که میری دستت خلاص. این حال من میرم. این حال باز میفهمی که یک نام چرفتین است. خدا در بدنت خلق ما را خود در بدن کردی. بله آقا 0404 صدایتان رو میشنوم. صدایتان رو میشنوم صاحب. گرفتم بله ها بله 04 هدایت شما را گرفتیم بله مردم منطقه دی بالا نظر به هدایتی ولسوال صاحب هیچ کس از خانه خود برآمده نمیتونه. فهمیده شد بچه ها موزه بگیرید اینو میخواند. مردم شریف منطقه دی بالا لطفا هیچ کس از خانه خود سر نخوره. خانه تو دواصر پلیس است. لطفا خودت تسلیم کن. خانه تو دواصر پلیس است. لطفا خودت تسلیم کن. بله 04 صدای رو میشنوید. دشمن از فرار کرده ما تخریبش هستیم.